مقامات آلمان روز 18 ینور سال 2023 عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک و فرزند یکی از رهبران و اساسگزار حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید را که چند سال آخر در آلمان به سر می‌برد اخراج کردند. عبدالله شمس‌الدین از ماه دکامبر در یک بازداشتگاه در کنار شهر دوسلدورف قرار داشت. شمس‌الدین سعید پدر عبدالله به پایگاه خبری بامداد گفت مقامات گفته بودند که امروز 18 ینور مهلت بود و باش عبدالله در این بازداشتگاه به پایان میرسد و او را باید اخراج کنند یا جواب دهند. بنا به اطلاعی که ما متاسفانه کمی دیرتر گرفتیم، عبدالله را صبح از بازداشتگاه به فرودگاه دوسلدورف برده به هواپیمای شرکت ترکیش ایرلاینز سوار کرده به استانبول فرستادند. شام امروز 18 ینور از استانبول یک پرواز ترکیش ایرلاینز به دوشنبه هم است و ما نگران آنیم که او را به تاجیکستان استرداد میکنند. مقامات آلمان عبدالله شمس‌الدین را روز 12 دکامبر سال 2022 از منزلش در شهر دورتموند گرفته همان روز به فرودگاه شهر میونخ آوردند تا که به تاجیکستان اخراجش کنند. شام همان روز از دورتموند به دوشنبه هواپیمای شرکت سومون ایر پرواز مستقیم انجام میداد، اما با کدام سبب نامعلوم روز 12 دکامبر اخراج عبدالله شمس‌الدین صورت نگرفت و او را از میونخ به دوسلدورف آورده در یک بازداشتگاه مهاجرانی که باید از آلمان اخراج شوند جای کردند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تا کنون خبرها درباره احتمال از آلمان به دوشنبه اخراج شدن فرزند یکی از رهبران اپوزیسیون را شرح ندادند.